جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما. امروز جماعی ما در دهه آقصای در زیارتگاه حضرت داوود برای تبریک کردن 63 سالگی پیغمبر صالح پدر عزیز که امروز جشن زادروز دارند، معروف هم مکر تبریک میگوییم و که در این خاندان جشن ختنه‌های امیرشاه فدایت را جشن گرفته ایستادند. همراه شمایان با هم میبینیم، با ما باشید، با آغاز میکنیم. رفتیم مهمانان عزیز، همین وای دو تا پسرچه تا اینجا فرد شونا خوشو کنه. مهمان های عزیز، از نام معروفکم، از نام اهل آیلهشان، از نام 3 پسر 1 دخترشان، همه شمایان را خیر مقدم میگوییم. الها حج آشیه که امروز داده ایستادن درگاه الله و قبول شود. پدر بخت بینن الها کودکان کتی یک جایه. حالا برای تبریک کردن معروفکم خاندان فاروق جان از نام خودشان، از نام اهل صنعت، سخندان معروف سمرقند، شاگرد عزیزم حسین جان نورمحمدوف همینجا مهمان بیادان کلین بیاریدان همایده چه حاصل سخن کده. حسین جان من کامیرا میگیرم، تمام دنیا تماشا میکند. الان مایده چه های خدا خواهد فاروق جان بیادان مرحمت. نوبت و حسین جان من ماندگیش اینکه شما وقت شروع کده تشکیل کده میتیم، بچه چه و نوبت میتیم. مرحمت. هزار رحمت، تشکر.
سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام ای مردمی فرهنگ دیده. السلام علیکم یار و دوست عزیزان زیارتگاه حضرت داوود که همه ما برای شادباش و تبریک و تهنیت نمودن پدر عزیز شاه سلطان خاندان صاحب کسب پرشرفترین معروفمک آمدیم. قدم های مبارکتان را خیر مقدم میگویم. معروفمک امروز بزم زیبا، امروز در خاندانتان که بزم بالای بزم است مبارکباد میگوییم. امروز پدر عزیز 63 سالگی پیغمبر سالی را چخلی که در آقصای عظیم این خل انعنه را شکرانه میگویند و برای خداوند کریم این خل دسترخوان پر از ناز و نعمت را فرزندان و افتخار پدر مادر آراسته میکنند. امروز باشد به افتخار پدر عزیز این دسترخوانش پر از ناز و نعمت را آراستند. معروفمک شما من طولی چندین ساله خدمتچی همین مردم آقصای هستید که فعالانه در مکتب برای نول نصرس برای تمام کودکان ما علم داده، تعلیم و تربیت داده، کسب پرشرفترین که آموزگار نام دارد تعلیم دادید. فرزندان را با مهنت حلال کلان کردید. من امروز ثمر آن میوه ها را میبینید و البته خواستند که بیهوده این روز را انتخاب نکردند. در جشن زادروزی پدرم خواستم ختنتای نبیره هایشان را از دانکشم مغز شیرین میگویند ختنتای امیرشاه فداجان را برگزار کنیم. میگویند برای نبیره در بحر و برم گوهر یکتاست نبیره، در بحر و برم گوهر یکتاست نبیره، در باغ سخن بلبل گویاست نبیره. امروز روز خرسندی بزم بالای بزم را برای شما معروفمک مبارکباد میگوییم. خدا کند که همیشه در سر فرزندها صحت سلامت باشید. من امروز 63 سالگی پیغمبر سالی باشد. خدا خواهد همین سالهای آینده با از زیارت مکه مدینه از زیارت کعبه الله برگشته حج آشی های کلان شود در این خاندان و همیشه در سر فرزندان تاج سری طلایی باشید. امروز شما را از نام فرزندان عزیز، از نام فروخکه، از نام مامورکه، مرادکه، نیلوفرایتی، از نام تمام جگربندانتان شما را تبریک میگوییم. برای پدری عزیز، برای شاه سلطان خاندانم که ما را از هیچ کس کم نکرده، از همه زیاده کرده، با مهنت حلالشان خودشان نخورده باشند هم شبها دم نگرفته استراحت نکرده باشند هم برای شرایط های زیبا را مهیا کردند. ما میفخریم که پدری ما معلم بودند و هستند. تا حال من به نفقه برآمده باشند هم برای همین کودکان مردم ما تعلیم داده ایستادند و البته میخواهیم که فرزندان ما هم مانند همین پدرم انسانی با نفوذ، با معرفت، با مدنیت باشد و در خدمت خلق و وطن باشد. برای پدر عزیزم رسانید که چشمه هایی از محبت نور شرار دارد پدر، چشمه هایی از محبت نور شرار دارد پدر، سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر، با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهان دل خبر دارد پدر، در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر، بحر اقبال و سعادت در نبردی زندگی از سری جان عزیزی خود گذر دارد پدر. فروخکه ختنتوی پسر مبارک باشد. برای شما، برای تمارایتی ختنتوی فرزندان را مبارکباد میگوییم. معروفمک میگویند در عرفیت ما نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد، با امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد. سفیداری بلند یک نوده و 100 برگی تر دارد، پسر در کوی عشق افتد چه پروای پدر دارد. اگر فرزند قابل رفته از حالش خبر گیرد، ولی فرزند ناقابل گریبان پدر گیرد. خدا کند که امروزه فرزندان قابل باشند، فرزندان اهل صالح باشند، همیشه نامبردار پدر و باباها و این اولاد و این سلاله باشند. پیرا جشن زادروز را
این روز خرسندی و تاریخ را برای شما مبارک باشد. گفتگی ها به ملال باشیم. یک تا قرصکی بلند میزنیم برای معروف آمد. می ارزم برای قرصک ها هزار رحمت. البته فرزندان نیت کردند که پدر من امروز 63 ساله شدند، خدا خواهد به زیارت کعبه الله آنها را رساند. گفته برای شما در روی دنیا هستم کتابی قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. البته پیشکش میکنیم، نوری دیده میکنیم کتاب قرآن را. مبارک باشد. هزار رحمت. تشکر میگویم. عزیما خدا امروز روزی خرسندی را مبارکباد میگویم. در این خاندان شما البته سرشته خاندان، فرشته خاندان هستید. مادر است که در آنجا دعا هست، دعاهای نیک است. برای فرزند همیشه نیک ها را میخواهد. برای هستیتان، برای بودنتان شکرانه میگویم. از نام 4 فرزندی عزیز، از نام 4 جگربندی عزیزتان خدمتای نبیره را مبارکباد میگویم. امروز که توی دارن همه خاندان با سر و بر شده گشتگاهشان با هزاران شکر گفته رمزی تشکر ما را با گلدسته زیبا اظهار کنید برای مادر عزیز، برای بهشت خاندان ما گفتن مرحمت گلدسته را بسپارید. مبارک باشد. البته از کلان سالان میخواستیم جامعه ها هست از نام فرزندان برای پدر عزیز. یک نفر کلان سالان نزدیکتر بیایند. البته برای معروف آمد جامعه ها را میپوشانند. مرحمت. از کلان سالان از پیران دور التماس میکردیم یک نفر برای پدر عزیز جامعه ها را پیشانند. مرحمت. پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دل دار، برای راحتی روحم اثر داری شوق. مبارک باشد. برای معروف وقت ها را مبارک باد بگیم. دردی و درمانی و جانم سایه امید و ایمانی، و چشمم جلوه پرنوری از دانی. پدر جان معنی زیبای. برای برادر بابا خدمتوی نبیره را مبارک باد میگیم. چیزی نبیره ها فقط حضور و حلاوت دیده گردید. مبارک باشد. پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب، پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار، پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی برای امکجان های عزیز توی ها را مبارک باد میگیم. مامورکه، مرادکه توی ها مبارک باشد. بختاور تاقا، فریدون تاقا مرحمت. نزدیکتر میستیم جامعه ها را از نام صاحب توی ها قبول کنید. سرمست دستانم، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نانم. تو همچون شمع سوزانی چراغ روشن خانم، گلم در قلب و در جانی منم. مبارک باشد. از نام اهل این صبح مهمانان معروف آمد معلمی زبردست ده آفسای شما را تبریک میگویم. سالی را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب، پدر باران به سر دربار، پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد، پدر در زندگی استاد. مبارک باشد. تیها مبارک. امروز بزم زیبا را روزی خرسندی را برای شمایان مبارک باد میگویم. البته فرزندان از صحنه رفتنش نیست، تبریک ها را از یاد کردن میگیریم. از یک تا رقصیم، بعد از رقص بازی البته سخنهای تبریکاتی را میشنویم. معروف مگ از صحنه رفتنش نیست.
در اینجا استادی صنعت، استادی ما آقای خورشید شامرزایی با دسته هنری اشان در خدمت هستند. شما را به رقص و بازی تکلیف میکنیم، یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم. تا در این خانه مبارک باشد میگویم مرحمت.
مهمونای ادور نزدیک آمدگی ها در رحمت کلام خوش آمده نوری دیده تاج سر خدا همین اگر یک داده خدا رحمت کلام شدم پدر و مادرشه خواهر و دادرشه بابای بیهای همه ای به عزت و حرمت کنم همیشه کلال شوم یک آسایده همیشه وای شوم تشکر میگیم البته گلدسته زیبا از نام نوینه ها از نام مامورکه مبارک باشد اینجا با مامورکه همسینفانی امشبه امیرشاه فیداجان هم آمدگیند در باغچه بچگانه تحصیل میگیرند کلی معلمه ها شعر میخواندگی هاشان هستند می کودکانه هستند یک تا شعرهایشان رو میشنویم معلمه کلاسکوم صنف کدامشان کلاسکوم ها تبریک گویند بعد پایان فرامده تیار میشویم سرودهای شوخ میشود و باشد تا آن دم شیرینی را میبریم همراهی امروزه صاحبان ختنتای С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. میخواندگی تیار شدن می؟ معلمان کدام هستم شعر میخوانم؟ مرحبا پس معلماتون بایستادم Anam. Лето к нам пришло, стало сухо и тепло. По дорожке прямико ходят ножки босиком. Молодец! باغکی در آن آبی هوا روشن است هر دوست که یک روی نبود در عالم دوستی کم از دشمن است Kızıl kitaplarımı uzun okul veremem. Tebriklerken kendime bugün kızı baba olacağım. Vaxtımız ki daima aman bolin her kaçım. Allah'a şavi misli buzluğun Çubuğa foşu meşey tuzak insan komik. Mikrofon hazır kune. Aziz Asma-i Zeba harfi بسیار آموخته مادر پکار آموخته ستانی ترانه ها میتین افسانه ها هرچی گفته ما گفتم از الف با بیار من با بیار من با
شیرینی رو میخوریم اینجا. البته بابا جان ها اونا جان ها را به نزد نبیره هاشان تکلیف میکنیم. مرحمت فاروق احمد، عظیمه خاله مرحمت و البته برادرمک مطلوب خاله یک جای به نزد امیرشاه فیدو جان شیرینی رو میبریم، از آن تناول میکنیم. فاروق اکا مرحمت تومارایتی. با پایان به نزد صنعتکاران تکلیف میکنیم. سرودهای شوق خواندند و همراهی امشب صاحب جشن رقص و بازی خرسندی کردند. امروز بزم زیبا رو دوام میکنیم. مرحبا سرودهای شوق به نزد هنرمندان حافظان میریم. یک جای امروز بزم زیبا رو دوام میکنیم. از شیرینی های طبیعی البته یک گردنمانده تیار میکنم برای فرزندانشان بگذرانم. مرحمت اگر تیار باشه ایمیل ها را بگذرانم. نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جان پدر از مویز و چهارمرد بچه جانم خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جان پدر بهری من تو قانیت های نیک البته برای فرزندانشان که صاحب لباسی داماتی شوند گفته برای امروز فرزندان و این مراسم زیبا را برگزار میکنند. مبارک باشد. شادی تمامی من وقتی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم همراهی کش و تبار نزدیکان رسم گیرند از همسینفانشان افرانی که برای تبریک و خرسندی کردن آمدند. میخواستیم به سرودهای شوق و رقص شمایان را تکلیف کنیم و هر یکی شمایان بار دیگر خوش آمدید میگوییم. مرحمت به نزد صنعتکاران میرویم. یک جای رقص و بازی خرسندی را دوام میکنیم. رحمت مبارک باشد. بابا جان ها یک جامعه ها را پیش آمدید. مرحمت با نزدیکتر میسیم. شیرینی را میبیاریم کارکار را. مرحمت شیرینی را یک جای میبریم. بعد از آن با رقص و بازی خرسندی ها نوبت میدهیم. مرحمت مبارک باشد. хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения!
Все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня в кайфе танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. اینک بیننده های عزیز، امروز روز فرسندی سعادتمندی را جشن زادروز پدر عزیز خاندان استاد چندین ساله ده آقزای معروفکه را و البته ختنتوی امیرشاه فیداجان را برای شمایان به هم دیدیم. با ما باشد، با شبکه شهرمان خود را احتیاط